نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. هرچه از آن برخوردار شده اید بهره زندگی دنیاست و آنچه نزد الله است برای کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل می کنند بهتر و ماندگارتر می باشد. آنان که از گناهان بزرگ و از کارهای زشت دوری می کنند و چون خشمگین می شوند گذشت و چشم پوشی می نمایند، و آنان که دعوت پروردگارشان را پذیرفتند و نماز را برپا داشتند و کارشان به شیوه رایزنی و بر پایه مشورت با یکدیگر است و از آنچه به ایشان داده ایم انفاق می کنند. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.